سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیوی خودتون. محمد پلیکان هستم. امروز اومدیم که به مدت 10 روز داخل مپ سروایوال ماینکرافت زنده بمونیم و زندگی کنیم و بتونیم بیس خوب بسازیم. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. تا آخر ویدیو با ما باشید. حتما لایک کامنت سابسکرایبتون نره. ساب کنید لطفا. میریم سراغ پلی دادن. حالا مثل هر ماینکرافت پلیری اول چوب ماین میکنیم که بتونیم این چند بسازیم، جعبه ابزار بسازیم و همینجور چیزا دیگه. اول از همه ما میریم یه دونه اول از این بلک چوبیه میسازیم، استیک، جعبه ابزار، استیکامون رو بیشتر میکنیم، بس جعبه ابزار میکاریم، میریم توش انگار کم داریم، میریم دوباره درخت میزنیم، درخت بزن yes. بچه ها لطفا ویدیوی قبلی که گذاشتم رو برید ببینید، ویدیوی باحالی هستن. یا آموزش هم گذاشتم، اگه مثلا آموزش چیزی خواستید، کمکی چیزی خواستید در خدمتم بهم بگید، براتون میذارم آموزشش رو. دیگه هر کمکی از دستم بر بیاد براتون انجام میدم، فقط حمایت کنید لطفا. از اینم بسازیم. حل بریم حالا این چند چوبی داریم، باید بریم سراغ سنگیش. اول ما باید سنگ پیدا کنیم، بچه زغال باید پیدا کنیم، زغال خیلی مهمه. بچه بیسید اول بایستید، من اول یکم چوب بزنم چون چوب نیاز دارم. اول اینا رو بکنم، برای کاغذ استفاده میشه. از این تابلو استفاده میشه. آره خب بسته. اینم از این. بچه امیدوارم صدام با کیفیت خوب بیافته که خوب صدامو بشنوید چی میگم. عالی بیفته. این ویدیو رو هم بدون ادیت میذارم براتون. امیدوارم خوشتون بیاد. بچه ها بزغالی بیا اینجا کثافت. بیا اینجا. عالی. بز دیگه بچه، یه دونه بز دیگه میخوایم. یه دونه دیگه بده. ماینکرافت سروایوال یه دونه دیگه بده. خیلی بزرگ. من بیارم. بچه من غذا ندارم. تخت خوابمون رو میکاریم برای شب. خب بریم اینم روز دوم. خب هرچی توش بکید اینو بپاشیم. اصلا هدفمون ساختن اینجا چیز نیست. بیسمون اینجا بچه ها، بیسمون دقیقا اونجاست. عالیه. خب اینا رو اینجا میکارم و اینجا داخل شما یکم هفته میذارم و دیگه. آها حله چشات داداشم. 72 تا هم عالیه. بسازیم اسمون درست بشه. اول باید یه بتل بسازیم.
حله داداش حله. نه چیز دیگه. با سفاری اینجوری نمیشه کار کرد. سفاری باز بری پایین. آها حله. وای یه چیزی برم بخورم. آها 3 تا دونه از این، یه دونه از این. روز 4م هستش و یه روز کامل طول کشید که من اینجا رو بتونم درست کنم و بتونم یه راه درست کنم برسم سر اون نوک چیزم. اوه آروم آفرین. آره حالا ما اینجا لالا کن. آفرین لالا می رفت پایین افتاد. یه دونه تخت ارزششو نداره. خودمون جور میکنیم. خب بریم سراغ ساختن بیت. بچه من قصد دارم اینجا رو نمو مثلا یه دیدگاه خیلی عالی بسازم. خب حله سعی دارم که اینجا رو اینجوری بیارم بالا. حالا چون که اینا حیفم میگن اگر نه که اصلا نمیخوام از اینا بزنم. عالی یه رگشو زدیم. حله حله یو تموم شد تموم شد. تموم اوجی تموم شد. همه چی تموم شد. نه تموم نباید بشه. ما میریم در حال انجام بیسمان. یس عالی الله چشوات یا آفتابگیر درجه 1 رسم میکنیم اینجا. یعنی دوگانه سوزه. خدا این حال کن اصلا حال کن فقط. اینجوری میکنی. البته این چی کار این نخ چی رو بازی میکنه. خب بعدش باید اینو نمیشه. برو یعنی میشکنیمش.
چیکار کنم؟ مثلا میخوایم زشت نشه. بیا دیگه چی؟ بیا یه دونه کلنگ بده، کار همه شدیم. تورچ میخوایم آقا. تورچ در در میخوایم. این اینجا، اینم اینجا. باید حواسم اینم اینجا، اینم اینجا. آره در راستی حواسم در رو باز اینجوری بسازی. یه دونه از این اینجوری. حله آقا، حله، همه چی حله، فصله. یه دونه اینا که میخوایم بسازیم نمیخوام. نه اینا رو میخوایم. برلمون برل اینم از این. حالا چیز میزای اضافی رو بیداریم تو این. تو پرق بو گذاشتم. خب غذا همون همه گذاشتیم اونجا. اینم از اینجا. خب یه دونه در حله. اینم بیس زیبای ما. بچه ها. بچه پارت اول رو گرفتیم با هم. دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهد. یادم رفت لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ویدیوی قبلی رو برید ببینید، خیلی بالا. اگه آموزش چیزا کامنت ها رو بهتر کنید. انرژی مثبت. دمتون گرم. خدافظ.